واکنش ها در برابر لشکرکشی طالبان جنوب در شمال. فعالان میگویند که شکنجه و تحقیر غیر نظامیان در پنجشیر قابل قبول نیست. جنگ در برابر طالبان در میدان مجازی. محدودیت بر طالبان در فیسبوک بیشتر شده است. خطر گسترش تروریسم در افغانستان. پوتین و رحمان در مورد افغانستان گفتگو کردند. و هشدار وزیر خارجه پیشین امریکا. مایک پامپیو میگوید که جو بایدن نخست طالبان را به قدرت آورد و حالا به رژیم آیت الله در ایران قدرت میبخشد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. نشر نوارهای تصویری جنگجویان طالب که غیر نظامیان را در ولایت پنجشیر بازداشت، دستانشان را بسته و آنان را تحقیر، توهین و شکنجه می کنند، واکنش گسترده را همراه شده و شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که این جنگ قومی است. تمیم آسی، معاون پیشین وزیر دفاع، هشدار داده است که ادامه سرکوب سایر قوم‌ها در افغانستان راه را برای جنگ‌های خانمانسوز قومی و زبانی باز خواهد کرد. آقای آسی با تاکید گفته افغانستان امروز افغانستان قرن 18 نیست که لشکرکشی کنید و مردم خاموش بمانند. او افزوده که مردم هر روز مصمم به دفاع از خود، ناموس و خانه خود شده است. او با انتقاد از خاموشی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی در پیوند به این رفتار ناپسند طالبان گفته است که دهها مقام پیشین از جمله این دو تن چرا در برابر این جنایات خاموشند. نرگس نهان، وزیر پیشین معادن، در پیوند به بازداشت غیر نظامیان پنجشیری میگوید که در هیچ قانون بشریت توهین، تحقیر و لطوکوب پیران، زنان و کودکان ملکی مجاز نیست. او در توییت نگاشته است: از ویدیو به ویژه از قلم سید قاسم خیلی واضح معلوم می شود که این افراد ملکی اند، اما ترس طالب از قلم بیشتر است نسبت به تفنگ. از سوی هم ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در حکومت پیشین، در واکنش گفته است: هیچ باورم نمی شود که تا این حد چشم افغانان را مزدوری یک کشور بیگانه کور کرده باشد که مسئولیت نگاه یک هموطن درمند خود را دیده نتواند. خراب و تباه و خاکستر شوی پاکستان. زالگای سجاد، دیپلمات پیشین در امریکا، در توییت نگاشته که تاریخ هر بار بر نسل ما تکرار می شود. آقای سجاد که خود تجربه تلخ از این بازداشت در دوره قبلی طالبان را داشته است، افزوده: چندین سال پیش پدرم را به اتهام شمالیوال همین گونه جلوی چشمانم بازداشت کردند. او با ابراز همدردی گفته است: این درد مردم و خانواده های پنجشیر آزاده را با تمام معنی حس می کنم. از سوی هم آثار حکیمی، خبرنگار، این عمل طالبان را محکوم به شکست خوانده و افزوده: مقاومتگران پوز ملا یعقوب، ملا فاضل و مزدوران مثل فسیح را به خاک مالیدند. حالا نوبت ملا ذاکر است. او در مورد گماشته شدن فرمانده نظامی جدید در پنجشیر و اندراب افزوده: استادگی مقاومتگران در پنجشیر، اندراب، خوست و فرنگ باعث شده است که طالبان یکی پی دیگر زور سرکرده های تروریستش را بیازماید. در همین حال مرتضی جلالی، فعال مدنی، نیز تاکید کرده که این برخورد زشت، غیر انسانی و توهین‌آمیز جنگجویان طالب هرگز فراموش مردم نخواهد شد. این واکنش های تند و گسترده در حال است که طالبان شمار را به ظن ارتباط با جبهه مقاومت در این ولایت بازداشت و با آنها بدرفتاری کردند. شمار از آگاهان میگویند که طالبان از تاریخ نیاموختند و با فرستادن جنگجویان وحشی صفت جنوب به مناطق شمال عملاً کشور را به سمت جنگ داخلی سوق میدهند. فیسبوک محدودیت‌ها بر طالبان را افزایش داد. به تازگی کاربران فیسبوک زمانی که اسامی مقام‌ها و گروه طالبان را در مرورگر این شبکه جستجو می‌کنند، با پیام هشدارآمیز فیسبوک مواجه می‌شوند. فیسبوک به کاربران هشدار می‌دهد در صورت نقض معیارهای این شبکه حساب کاربران محدود یا بسته خواهد شد. فیسبوک پیش از این حساب شمار از رسانه‌های طالبان را بسته بود. به تازگی کاربران وقت اسامی رهبران و نام گروه طالبان را در مرورگر فیسبوک جستجو می‌کنند، این شبکه هشدار می‌دهد که جستجو مربوط به سازمان‌های خطرناک است. فیسبوک به کاربران هشدار می‌دهد چنانچه که استانداردهای این شبکه نقض می‌شود، این شرکت مجبور است حساب کاربری را محدود یا غیر فعال کند. در اواخر ماه سرطان، پس از بسته شدن صفحات شمار از رسانه‌های طالبان از سوی فیسبوک، شرکت متا گفته بود که بستن صفحه‌های رسانه‌های طالبان در فیسبوک و اینستاگرام به این دلیل بود که طالبان بر اساس قوانین آمریکا یک گروه تروریستی تحریم شده است. این شرکت میگوید بر اساس سیاستش درباره سازمان‌های خطرناک همه صفحه‌های مربوط به گروه طالبان را می‌بندد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حساب‌های شمار از کاربران فیسبوک به دلیل انتشار عکس طالبان و یا وجود کلمه طالبان در متن‌ها بسته شدند. شرکت متا طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و فعالیت این گروه یا ایجاد محتوای با مفاهیم حمایتی از آنها را ممنوع کرده است.
ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان در یک گفتگوی تلفنی با بررسی وضعیت افغانستان درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه برای تامین امنیت منطقه تبادل نظر کردند. مقام‌های هر دو کشور می‌گویند که هزاران جنگجوی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور دارند. امامعلی رحمان می‌گوید افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش در افغانستان منجر به ناامنی در کشورهای آسیای میانه می‌شود. به گفته وی از نیمه دوم اگست سال 2021 هزاران نفر از اعضای داعش، القاعده، انصارالله و حزب تحریر از زندان‌های افغانستان آزاد شدند. آقای پوتین نیز بر این باور است که شمال افغانستان به پناهگاه داعش و القاعده تبدیل شده است. رئیس جمهور تاجیکستان به کشورهای آسیای میانه هشدار داده که حضور تروریست‌ها در افغانستان ممکن است منجر به افراطی‌ترین اقدامات شود. آقای رحمان قرار است در نشست آتی سران سازمان همکاری شانگهای که ماه سپتامبر در سمرقند برگزار می شود درباره افغانستان نیز صحبت کند. به نوشته رسانه‌های روسی زبان در نشست پیشرو علاوه بر رئیس جمهور تاجیکستان احتمالاً رؤسای جمهور روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان حضور خواهند داشت. وزیر امور خارجه پیشین امریکا از سیاست‌های اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا در زمینه توافق برجام و بازگرداندن طالبان به قدرت در افغانستان به شدت انتقاد کرده است. مایک پامپیو در توییت روز سه‌شنبه اول سنبله گفته است که بایدن طالبان را به افغانستان بازگرداند و حالا می‌خواهد بر رژیم قاتل آیت الله در ایران قدرت بیشتر دهد. او در توییترش نوشته است که اول بایدن طالبان را برگرداند و حالا مانند اوباما بر رژیم قاتل آیت الله قدرت می‌بخشد. در پی تسلط طالبان بر افغانستان، سیاست دولت بایدن در قبال طالبان با انتقادهای شدید مواجه شده است. پامپیو در حال از سیاست دولت بایدن در قبال ایران انتقاد کرده است که گمانه‌زنی‌هایی در مورد احیای توافق هسته‌ای برجام میان ایران، امریکا و متحدانش وجود دارد.